سلام بینندگان گرامی، برنامه فرهنگ حقوقی است. این لحظه منظور شما از تلویزیون تاجیکستان. حالا ماده 33 و 34 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را شرح می‌دهیم. موافق ماده 33 کنستیتوسیون، دولت عائله را همچون اساس جمعیت حمایت می‌کند. هر کس حقوق تشکیل عائله دارد. مردان و زنان به سن نکاح رسیدن حقوق دارند آزادانه عقد نکاح بندند. در عائله داری و بیکار کردن عقد نکاح زن و شوهر برابر حقوقند. در قسم اول ماده تصویر شونده، عهده‌داری دولت در مورد تحت حمایت خود گرفتن عائله همچون اساس جمعیت تاکید شده است. تحت حمایت دولت قرار داشتن عائله مربوط به صحتی و پایداری عائله، غمخواری به مادر و کودک، تأمین شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کودکان، دسترسی و رایگان بودن تعلیم در مؤسسات دولتی، کفالت اجتماعی هنگام بیکاری و پیرانسالی، خدمت رسانی‌های ضروری طبی و اجتماعی و چندین مسائل دیگر مسئول بودن دولت را نشان می‌دهد. همه این وظیفه‌های دولت که به حمایت و دستگیری عائله روانه شده‌اند، به واسطه به مقررات ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر از 10 دکبر سال 1948 و ماده 10 پیمان بین‌المللی عاید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 16 دکبر سال 1966 که جمهوری تاجیکستان آن را 4 ژانویه سال 1999 به تصویب رسانیده است، پورا موافقت می‌کند. وضع حقوقی شخصیت در عائله به تنظیم درآورده شده یا به عبارت دیگر پهلوهای مختلف حالت شخصیت از لحاظ حقوق به اعتبار گرفته شده‌اند. در رابطه با این معیار کدکس عائله جمهوری تاجیکستان در اساس پرینسیپ‌های مقرر شده است که با پایداری عائله و حمایت و دستگیری آن از جانب دولت دلالت می‌کند. این پرینسیپ‌ها در برابر حقوقی مردان و زنان در حل مسائل عائلوی، برابر حقوقی در مناسبت‌های عائلوی، صرف نظر از ملت و نژاد و اعتقاد دینی، محافظت و هوسمند گرداندن مادر، غمخواری نسبت به تربیت فرزندان و تأمین منفعت آنها، یکنواختی، اختیاری و در زیر نظارت دولت بودن نکاح و آزادانه بیکار نمودن نکاح از جهت مادی و معنوی مسئول همدیگر بودن زن و مرد و غمخواری همدیگری اعضای عائله ظاهر می‌گردد. هر یک از این اصول‌های نامبر شده ماهیت عمیق اجتماعی داشته با اندیشه معاصر حقوق آزادی‌های انسان کاملا سازگار میباشد. در قسمت بعدینه ماده 33 کنستیتوسیون سخن از حقوق و تشکیل عائله و شرط‌های بستن عقد نکاح می‌رود. طبق مقررات ماده مذکور، رسیدن به سن نکاح یگانه شرط میباشد که در صورت فراهم آوردن آن مردان و زنان حقوق آزادانه بستن عقد نکاح را پیدا می‌کنند. عقد نکاح اساس و ته‌کرسی تشکیلیابی عائله بوده در سازش طرفین اختیارانه بستن آن برای حفظ حقوق‌های اعضای عائله اهمیت فوق‌العاده مهم دارد. دولت پایمال‌کنی حقوق‌ها را هنگام در عقد نکاح قرار داشتن توسط مقرر نمودن شرط‌های مخصوصی به نکاح درآمدن پیش‌بینی می‌کند. کدکس عائله جمهوری تاجیکستان در پرتو این مقررات کنستیتوسیون در ماده 12 شرط‌های عقد نکاح برای عقد نکاح رضایت همدیگری مرد و زنی به عقد نکاح در آینده و به سن نکاحی رسیدن آنها چون شرط اعتبارناک نکاح مقرر شده است. کدکس عائله این چنین حالت‌های را نیز پیش بینی کرده است که موجودیت آنها مانع عقد نکاح می‌گردد. مقرر نمودن شرط‌های عقد نکاح برابری حقوقی مردان و زنان در تشکیل عائله تأمین می‌نماید. موافق قسم 1 ماده 11 کدکس عائله، قید بستن عقد نکاح با ترتیب مقرر نموده قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولت اسنادی حالت شهروندی به جا آورده می شود. برای بستن عقد نکاح پیش از همه راضیگی همدیگری مردان و زنان نکاح شونده و سن نکاح داشتن آنها ضرور است. در قسم دوم ماده 34 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ذکر می شود که پدر و مادر برای تربیت فرزندان و فرزندان بالغ و قابل مهنت برای تأمین پدر و مادر مسئولند. این معیار چنین معنی دارد که هم پدر و مادر در تربیت و نگاهبین همه جانبه فرزندان
و هم فرزندان برای نگاهبانی والدین در ایام پیرانسالگی و کارناشیمی و احتیاجمندی مسئولیت و جوابگری برابر دارند. در کودکس عائله جمهوری تاجیکستان باب 13 عهدهداری الیمنتدهی پدر و مادر و فرزندان برای فرزندان نابالغ خود را تامین نمودن پدر و مادر، اندازه الیمنت، نوعهای مزد مهنت و دیگر درآمدهایی که از آنها برای فرزندان نابالغ الیمنت ستانیده می شود، پرداخت نمودن الیمنت برای کودکانی که با پرستاری والدین ماندند، فرزندان بالغ غیر قابل مهنت و فرزندان بالغ تحصیل کننده را با الیمنت تامین کردن پدر و مادر، اشتراک پدر و مادر در خراجات عائلوی برای فرزندان، این چنین پدر و مادر غیر قابل مهنت با کمک محتاج خود را نگاهبین کردن فرزندان بالغ قابل مهنت پیشبینی شده است. قسم سوم ماده تصویر شونده عهدهداری دولت را عاید به حفظ کودکان یتیم و معیوب و ظاهر نمودن غمخواری در مورد تعلیم و تربیه آنها مقرر کرده در پرتو این مقررات کنستیتوسیونی سندهای حقوقی عمل میکنند که به واسطه راه و اصولها و شرط و شرایط رسانیدن کمک اجتماعی را به کودکان معیوب و بی‌پرستار معین میکند. مثلا طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت اجتماعی معیوبان در جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان حمایت اجتماعی کودکان معیوب را تامین نموده با آنها برای رشد انفرادی، عملی نمودن امکانیت و قابلیت‌های ایجادی و استحصالی با در نظر داشت طلبات آنها در برنامه‌های داخلی دولتی، رسانیدن کمک اجتماعی در شکل‌های پیش‌بینی نموده قانون و دیگر حقوق‌های اجتماعی و اقتصادیشان شرایط ضروری فراهم می‌آورد.